سلام و درود عزیزان، امیدوارم حالتون عالی باشه. این ویدیو رو تا آخر ببینید چون میخوایم راجع به یه موضوعی صحبت کنیم که خیلی مهمه، راجع به این که هدف من توی این زندگی چیه. وقتی من هدف خودم رو مشخص میکنم، هدف همه شما هم مشخص میشه، چون همه در اصل یک هدف دارن توی زندگی، هدف اصلی، هدف حقیقی. بریم سر اصل مطلب. هدف من توی زندگی اینه که، و هدف هممون، بذار اینجوری بگم، نگم هدف من، هدف هممون توی زندگی اینه که عشق بورزیم. هدف هممون توی زندگی اینه که آرام باشیم. هدف هممون توی زندگی اینه که راه درست رو به هم نشون بدیم و به هم یاد بدیم در قالب درست. هدف هممون لذت بردن از زندگیه. بعضی موقع ما توی زندگی فراموش میکنیم که هدفمون اصلا چیه توی زندگی و کلاً درگیر کارهای دیگه میشیم و باید بشینیم با خودمون واضح صحبت کنیم که اصلا هدف من، اون چیزی که دلم میخواد توی این زندگی چیه و باید چیکار کنم، چه چیزی میخوام و چه چیزی باید انجام بدم. پس هدف تک تک ماها میتونه این باشه که از زندگی لذت ببریم، آرام باشیم، شاد باشیم. و وقتی این هدف رو مشخص میکنیم، اون موقع است که زندگی اتفاقهای قشنگ رو برامون رقم میزنه. اون موقع است که زندگی روی زیباش رو به ما نشون میده. چرا؟ چون هدفمون رو تغییر دادیم. تا الان مثلا توی هدف اشتباهی بودیم، توی هدف خشم بودیم، توی هدف ناراحتی، توی هدف رقابت بودیم، حتی ناخواسته بودیم توش. اما وقتی میشینیم با خودمون گفتمان میکنیم و هدفمون رو مشخص میکنیم و میرسیم به این که آقا هدف من توی این زندگی اینه که عشق باشم، توی این زندگی اینه که آرام باشم، توی این زندگی اینه که هدفم اینه که لذت ببرم از زندگی و به خوبی و خوشی پیش برم، هدف من اینه. اون موقع زندگی رو بر این اساس میبینید و لذت میبرید و حالتون خوب میشه. اوکی، پس همین الان دوستان میخوام در پایان ویدیو، این ویدیو خیلی بلند نیست، میخوام یه نیتی دست جمعی با هم کنیم. همین الان در این حالت، در این زمان و مکان، همه چشماتون رو ببندید و من یک تصمیم قلبی با هم بگیریم که یک حرکتی در این جهان طبق اون هدف انجام بدیم. چشما رو ببندید تا گفته بشه آنچه که باید گفته بشه. عشقای دلم، چشما همکنون بسته. اول که یک خدا رو شکر میگیم. خدایا شکرت بابت بودنم، خدایا شکرت بابت وجودم، خدایا شکرت برای هرچه دارم و ندارم. و حالا میگیم خدایا عاشقتم، خدایا من همکنون عشق را وارد قلبم میکنم. همه از ته قلب این آرزو رو بکنید و چشماتون که بسته است این تغییر رو درونتون احساس کنید. خدایا من همکنون عشق را درون خودم میآورم. خداوندا من همکنون شادی را درون خودم میآورم. خداوندا پاکی را درون خودم میآورم. خداوندا آرامش را درون خودم میآورم. خداوندا سلامتی را درون خودم میآورم. خداوندا
عشق را درون خودم میآورم. خداوندا شادی را درون خودم میآورم. خداوندا همکنون همه این چیزهایی که گفتم درونمون انجام شد و انجام می شود. خدایا شکرت. خداوندا عاشقتم پیش به سوی بی‌نهایت. وقتی میگم خداوندا ممکنه یک سری به خدا اعتقاد داشته باشن، ممکنه نداشته باشن. میخوام در جوابتون بگم دوستان عزیزم، چه شما ایمان داشته باشید به خدا چه نداشته باشید، باید بدونید که همین الان وجود دارید. لازم نیست حتما بگید خدایی هست یا نیست. همین رو درک کنید که همین الان وجود دارید و باید به خوبی و خوشی زندگی کنید و آرام باشید و لذت ببرید. و هدف همه ما انسان ها همینه. پس دوباره میگویم آنچه که هستی و نیستی اسمش رو خدا بذاریم، کائنات بذاریم، همین زندگی بذاریم، همین وجود بذاریم. خداوندا، کائنات، زندگی، هستی، از وجودت لذت میبرم و تصمیم گرفتم شاد باشم و آرام باشم و عشق باشم و عاشقانه حرکت کنم و با عشق و لذت حرکت کنم در جهانت به زیبایی و پر از شگفتی در جهانت حرکت کنم و پر از شگفتی در جهانت حرکت کنم. خدایا شکرت، عاشقتم ای جهان هستی. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. بچه ها مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. امیدوارم تغییر انرژی که مطمئنم درون هممون همین الان تصمیم گرفتیم اتفاق افتاده باشه برای پیشرفت جهان، برای لذت بردن از این زیست، از این زندگی. امیدوارم لذت برده باشید از ویدیو. دوستتون دارم. حمایت و سابسکرایب رو فراموش نکنید تا ویدیوهایی با انرژی بیشتر برای شما عزیزان بذارم حتما اگر نیاز بود. حمایت کنید، سابسکرایب کنید. به درود، خدا نگهدار.